گرد آمدن خانواده ها می شود. از هفته اول مرداد ماه فعالیت دسته جمعی مادران آغاز می شود. برای آگاهی از سرنوشت فرزندان، همسران، مادران و پدرانشان، آنها با هم به نخست وزیری و مجلس شورای اسلامی می روند، حتی به بیت آیت الله خمینی و آیت الله منتظری، اما کسی پاسخگو نیست. توطئه سکوت پابرجاست. هر روز یه روز میرفتم ایوی، یه روز میرفتم قزلستان، یه روز میرفتم ایوی، یه روز قزلستان. گفتم ملاقات نداریم تا آذر بود که ما رفتیم، هممون رفتیم ایوی. به ما همه گفتن شماره تلفن بدیم. گفتم ما که شماره تلفن دادیم، چه شماره تلفنی؟ گفتم باز بدیم. اون روز به تمام خانواده ها خبر دادن که بچه ها را اعدام کردن، که تمام کمیته های 17 گانه تهران وسایل بچه ها رو میدادن. قیامتی برپا بود. مادرها پس از آگاه شدن از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی ایران خبر را به خارج از کشور میرسانند. فعالیت دسته جمعی خانواده ها از این پس مضمون تازه‌ای به خود میگیرد. برای آگاه شدن از محل خاکسپاری جگرگوشگانشان به دست آوردن وصیت‌نامه ها و ساک لوازم آنها در گروه های چند نفره به اوین، قزلحصار و دادستانی می روند، نیز به سراغ مقامات مملکتی. در مراسم یاد بود که در خانه ها و به شکل خصوصی برگزار می شود هم شرکت می کنند. از این رهگذر است که میان داغداران رشته های مهر و الفت بافته می شود. پارسال چند روزی منو گرفتن و نگه داشتن. هی مرتب از من میپرسیدن تو شماره مادرها رو از کجا گرفتی؟ گفتم بابا شما برو با هم آشنا کردین. اول بچه‌های ما رو گرفتین و کشتین و ریختین توی این خاک و بعدم خب ما اینجا با هم آشنا شدیم، دوست و رفیق شدیم. بیشتر از خانواده خودم هم اینا رو دوست دارم. وقتی پخش می شود چپگرایانی که در جریان کشتار بزرگ جان خود را از دست دادند در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند، خانواده ها به آنجا می شتابند. آنها گورها را به چشم می بینند. گورها دست جمعی است، در تله های بزرگ و کوچک، در 4 کانالی که در دو سوی گورستان تعبیه شده. برآمدگی زمین چشمگیرتر است. یه دفعه خواهرم گفت ای وای این دست چی اونجا افتاده؟ برگشتیم و نگاه کردیم، دیدیم بله یه دستی از خاک بیرون زده. جوانا رو ساعتی خاک کرده بودن. همه زنا داد زدن. یه نفر با خودش دوربین آورده بود، تا دید شرایط اینطوری شده و مادر داد میزنن و یه سری از این طرف و یه عده از اون طرف دارن خاکا رو پس میزنن، عکس گرفت. از این پس مرحله تازه‌ای در مبارزات خانواده زندانیان سیاسی و جانباختگان کشتار بزرگ آغاز می شود. به همت کانون حمایت از زندانیان سیاسی ایران داخل کشور که کوشندگانش بیشتر همسران، فرزندان، پدران و مادران اعدام شدگان سال 67 اولین فهرست نام جانباختگان آن سال تهیه و به خارج از کشور فرستاده می شود. 5 الی 15 شهریور به عنوان دهه شهدای فاجعه ملی 1367 اعلام می گردد. در روز جمعه 10 شهریور 1368 خانواده های داغدار با دسته های گل به سوی گورستان خاوران به راه می افتند تا اولین سالگرد مرگ عزیزانشان را برگزار کنند. بسیاری از اتومبیل ها توسط پاسداران مسلح متوقف می شوند. با این حال شماری خود را به گورستان می رسانند و به خانواده هایی می پیوندند که از سحرگاهان خود را به خاوران رسانده بودند. دست گل ها در جای جای گورستان افشانده می شود. حکومت اما مصمم بود که از پیدایش آیین بزرگداشت جانباختگان سال 67 پیشگیری نماید. هم از این رو پاسدارانش را به گورستان گسیل می دارد و آنها با توهین و تهدید، ضرب و شتم و بازداشت شماری خانواده ها را به ترک محل وامی دارند. برگزاری این مراسم اما بسی بیش از برگزاری یک بزرگداشت بود.
این مراسم سرآغاز جنبشی است علیه فراموشی و برای دادخواهی. جنب و جوش خانواده‌های جانباختگان کشتار بزرگ و تلاش کنشگران سیاسی، روشنفکران تبعیدی و تشکل‌های حقوق بشری در خارج از ایران برای روشن شدن چند و چون واقعیت آن رویداد هولناک سرانجام سبب می شود گالیندا پل نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر ملل متحد راهی ایران شود. خانواده ها که از راه فرزندان و بستگانشان از زمان سفر گالیندا پل به ایران باخبر شده بودند، به برنامه ریزی جهت تماس با او برمی آیند. آنها اسناد لازم را فراهم می آورند تا در روز موعود به دیدار وی بشتابند. چهار چشم دستگاه امنیتی اما متوجه آنهاست. برخی از خانواده ها را تهدید می کنند و برخی دیگر را بی هیچ مجوزی بازداشت. این همه خللی در عزم جزم مادران برای دیدار با فرستاده ویژه ملل متحد ایجاد نمی کنند. تمام مادرها اومدن میدون آرژانتین. بعد اینا نذاشتن گالیندا پل ما بود. همه اسناد و مدارک و عکس و همه چی رو با خودشون برده بودن. در ضمن مادری بود که پاشم فلج بود. تمام این اسنادا رو ریختن یک کیف گذاشتن گردنش که با ویلچر بردن جلوی در نگه داشتن که بلکه این بیاد بره. اونا از اون در گالیندا پل بردن. این بیچاره رو انقدر لغتمال کردن. 15 روز کار ما این بود نشد. بعدن گفتن که امروز جمعه گالیندا پل میخواد بره گالیندا پل. خواست از اینا که من میخوام برم خاوران از خانواده های اعدامی مصاحبه کنم. روز قبلش اینا چند تا کامیون خاک بردن ریختن روی قبرستون و بعد بولدوزر کشیدن و صاف کردن که اینجا زمین مزروعیه. از سرای افسری راه رو بستن. کسی اون روز میتونستن مادر همون میرن، چون ما روزای جمعه میریم. همه رو از سرای افسری، اون که تونستن از سرای افسری برگردن. اونایی که ماشین شخصی داشتن اینا شک نکردن. دم سر خیابون که رسیدن پاسدار اومدن جلوی ما رو گرفتن. گفتن که شما امروز حق نداریم بریم. یکی از مادرها گفتش که نه، امروز گالیندا پل اومده، ما رو میخواد مصاحبه کنیم، ما باید بریم. به هر حال ما رو نذاشتن، هر کار کردیم ما رو نذاشتن، ما همه رو برگردوندن نذاشتن ما بریم. ولی گالیندا پل به هر حال رفت اونجا. اون قبرستون به رسمیت شناخته شد. به رسمیت شناخته شدن واقعیت گورستانی به نام خاوران، خانواده جانباختگان چپگرا را در جایگاه نگهبانان و امانتداران یکی از مهمترین اسناد جنایت استبداد دینی در ایران قرار می‌دهد. اینا میخوان سندیت اون اعدام‌ها و کشتارها از بین بره و از کانالان چیزی باقی نمونه تا اگه کسی اومد نفهمه که اونجا قبرستان دست جمعی اعدام شده هاست. از آن سو رهبران جمهوری اسلامی نیز در صددند که به هر شکل ممکن مهمترین سند جنایتشان را از بین ببرند. 1000 بار اونجا رو آب اونجا رو قطع کردن، نذاشتن ما یه ذره آب برداریم. دستشویی بود خراب کردن، سایبان بود خراب کردن. 1000 بار ارمنیا بهایی ها چیز ساختن، دور تا دورش درخت کاشتن، اینا رفتن کندن انداختن دور. نه اینا نبود که اینا کافرن، اینا نبود هیچی براشون امکان باشه.